سلام، من علی باقرپور هستم. میخوام توضیح چرخه آب رو بگم. زنگ چیه آقای باقر؟ زنگ هنر. چرخ آبو چی در درس یاد گرفتی؟ توی درس علوم یاد گرفتی. خب چرخ آب چجوری کار میکنه؟ خب اول خورشید میکنه به دریا بخار میشه و ابر به وجود میاد و بارونه و ابر میاد و یه روده درست میشه، بعد میره تو دریا. باز همین کار رو ادامه میدن، بخار میشه، ابر میشه، میره توی کوه دریا. درست شد؟ چیکار کردی سازنده؟ ما چرخه آب درست کردیم دست هنر و علومه. درست شد؟ خب این چرخه آب هستش. خورشید میخوره به آب دریا و بخار میشه میخوره به ابر درست میشه. بعد ابر سرد میشن، از طریق باد میره این ور کوه و از طریق خورشید آب از تو ابر چی میاد بیرون؟ برف و بارون. آره. بعد خورشید برف اینا رو آب میکنه و میره توی دریا. درست شد؟ اینجا یه تیکه رود آبی درست کن که داره میره به سمت دریا. خب میری چیکار کردی؟ چرخ آب چی؟ توضیح بده برام. چرخ آب نور خورشید میخوره به دریا، بعد دریا بخار میشه و ابر یا میشه بارون یا میشه برف. بعد اینا دوباره آب میشن، بعد دوباره خب از توی کوهتون یه جریان آبی، رنگ آبی بزن که رود داره حرکت میکنه میره به سمت دریا. خوب شده. خب ابر نداری؟ ابرت هم بچسبون آقا رضایی. اول ابرت هم بچسبون. دریات خیلی کوچیکه، به جاش کوهات خیلی بلند است. خب یه بریم چیکار کردیم؟ چرخه آب نور خورشید به آب میتابه، آب بخار میشه و ابر به اندازه کافی اگر سرد شه برف و باران میشه و همین تکرار میشه. دوباره همینا، برف و بارون، بخار، ابر و چرخه آب اینجوری وجود داره. آقای صادقی چیکار کردی؟ خیلی ابر قشنگ شده. مرسی. من چیز با ابر کشیدم، بعد چرخه آبو برام توضیح بده. چرخه خب نور خورشید چی میخوره؟ نور خورشید از اینجا مستقیم میاد به دریا، بعد دریا بخار میکنه میرسه به ابر و ببخشید اینایی که اینجا هست خیلی برای ابر میشه. آره ابر میشه. از ابر بارون میباره میاد رو میاد دوباره میره تو دریا و همینجور ادامه داره. درست شد؟ آقا سینا کارتو تمام کن، سریعتر انجام بده. دیدم آقای اجدری دست در نکن. خیلی خوب شده بود. ببینم کی هستی. خب خیلی ابرات شلوغ شدن، یه ذره کوچیک‌ترش کن. خوب شده. امیررضا میتونی برام بگی که چرخ آب چیه؟ میتونی بگی؟ نور خورشید به آب دریا میخوره. درسته؟ بله. بعد چی درست میشه؟ چی درست میشه؟ ابر درست میشه. وقتی ابر بشه، هوا سرد بشه، برف و بارون میشه، میخوره به کوه. درسته؟ تو دریا یکم مایع بکش. مرسی مامرزا. چسبونش خوب شده. خب ممنون. خوبه، بد نیست. الان ببینم چیکار کردی؟ وسط دریا درخت نمیشه. درخت باید این ور باشه، خورشیدت اون ور. جاشون رو با هم عوض کن. خورشید به آب دریا میتابه. درگه آقا کیان. خوبه. خب بچه‌ها زنگ چیه؟ زنگ هنر. درست شد؟ ما چرخه آب و چه درسی یاد گرفتیم؟ علوم. پس الان داریم نقاشی میکنیم، کارمونم هست تلفیقی علوم و هنر. کلاس چی هستیم؟ مدرسه شهریور. خسته نباشین. مرسی.